سلام به همه، آرش الهامیان هستم. یه ویدیو دیگه در رابطه با نرم افزار استراتژی کوانت. این دفعه میخوام راجع به تب دیتا منیجر صحبت کنم و سعی میکنم که تمام تبایی که توی دیتا منیجر هست رو کامل توضیح بدم. حقیقتش اینه که توی دیتا منیجر من خودم با اون قسمتایی که بیشتر کار میکنم خب بیشتر آشنام، ولی سعی خودم میکنم که تمام بخشایی رو که توی دیتا منیجر هست توضیح بدم. اگر جایی چیزی بود که من اشتباه گفتم یا نتونستم منتقل بکنم، خیلی خوشحال میشم که شما به من بگید، من برم باز بیشتر سرچ بکنم، پیداش بکنم و بتونم این رو به شما بگم. با هم دیگه بریم داخل تب دیتا منیجر. من جلسه پیش راجع به اپتیمایزر صحبت کردم. این جلسه قراره که راجع به تب دیتا منیجر صحبت بکنیم با هم دیگه. ببینید راجع به تب دیتا منیجر ما یک سری سورس داریم. این سورس ها در حقیقت اینجا هستش که این سورس هایی هستش که ما میتونیم ازش دیتا رو بگیریم. اینجا هم که یه چیز مشخصی آپدیت میکنه همه رو، یا میتونید پاک کنید یا میتونید این پورتفولیویی که اینجا دارید رو در حقیقت سیو بکنید یا پورتفولیوهایی که قبلا سیو کردید اینجا لود بکنید. بریم سراغ تب اول. من دو کاسکوپی رو میذارم، فعلا راجعش صحبت نمی‌کنم. تب اول ما تیک دانلودر ایمپورت. ببینید این تیک دانلودر ایمپورت یک اپلیکیشن یا یک نرم افزاریه. من اگر اینجا نشون بدم، این نرم افزار کوانت دیتا منیجره که شما میتونید این رو از داخل سایت خود استراتژی کوانت، اگر من برم توی هوم پیجش، ببینید داخل هوم پیج خود، یعنی اولین جایی که توی استراتژی کوانت میرید، اینجا یک تب کوانت دیتا منیجر داره. تب این کوانت دیتا منیجر رو که بزنید، یک در حقیقت نرم افزاری اینجا میتونید دانلود بکنید که من دانلود کردم و اینجا این هستش که حالا اگر من بازش بکنم، ببینید وقتی بازش بکنید یک همچین شکل قیافه‌ای داره. حالا اگر بیاد، بسیار عالی. این در حقیقت قیافه خود نرم افزار همونجور که می‌بینید عین همین چیزی هستش که ما توی اینجا داریم، توی خود نرم افزار داریم. شما از اینجا میتونید دیتا رو دانلود بکنید از داخل این نرم افزار. نمیدونم مثلا چرا همچین نرم افزاری گذاشتن، چون همه چیزا داخل همین خود استراتژی کوانت هم هست. خلاصه این تیک دانلودر دیت ایمپورت برای خود نرم افزاری هستش که خود استراتژی کوانت میده. داخل سایتش هم سرچ بکنین میرسید آخرش به همین نرم افزار دیتا منیجری که خودش اینجا گذاشته. از داخل اینجا هم همون کارهایی رو میتونید بکنید که اونجا میتونید بکنید. منتها اینجا فقط دیگه شما تب دیتا منیجر رو دارید. میتونید اگر خواستید اینستالش بکنید و یه نگاهی بهش بکنید، ولی چیز خاصی نداره. همینه، دقیقا همینی هستش که ما اینجا داریم. فقط میخواستم راجع به این توضیح بدم که این تب برای خود استراتژی کوانت و نرم افزاره. این قسمت فایل ایمپورت برای ایمپورت کردن دیتا از بروکر خودتون هستش. دو تا تب بعدی داریم ما، یکیش SQ اکویتی دیتا و یکی SQ فیوچرز. اکویتی بیشتر مربوط میشه به بازار استاک که اگر روش بزنید فایند دیتا، مثلا من هر سهامی رو که بخوام سرچ میکنم، مثلا من سهام اپل رو سرچ میکنم، لوکاپ رو میزنم. وقتی لوکاپ رو بزنید ببینید سهام اپل رو اینجا براتون میاره. یکیش از سال 2009 و یه دونم دیلی داره که از سال 1984. من حالا همین این دیتای یک دقیقه هستش. اینجا توی پست فیکس هم میتونید یه اسمی بهش بدید که بدونید مثلا این سهام چی بوده یا هر چیزی که دوست دارید. توی این قسمت هم میتونید بگید که دیتا رو برای چه انجینی میخواید شما دانلود بکنید. مثلا برای متا تریدر یا برای نینجا تریدر، ترید استیشن یا فیوچر دیتا. اینجا هم تایم زونتون رو شما میتونید تعیین بکنید که تایم زون خود صرافی که ازش دارید میگیرید که میشه استراتژی کوانت باشه. حالا احتمالاً استراتژی کوانت با جای قرارداد داره. میتونید بگید که شیفت بکنه چقدر به عقب، این به عقب میتونه شیفت بکنه، یا اینکه میتونید تایم زون رو به این صورت اینجا انتخاب بکنید که من میذارم داخل همین فعلا اکسچنج باشه. اینجا کانفرم میکنید که این دیتایی که شما به شما میده توسط استراتژی کوانت یه کاندیشنی داره، یه
شرایطی داره که این رو تایید میکنید و اد رو میزنید. ببینید وقتی من اد رو میزنم اینجا اپل رو میاره برای من. وقتی اپل رو آورد بعدش میتونم داخل همینجا بگم که برای من آپدیت بکنه. وقتی آپدیت رو میزنم این شروع میکنه به آپدیت کردن از زمانی که اون دیتا رو داشته در تایم فریم M1 این رو شروع میکنه به دانلود کردن. حالا من فعلا برش میدارم. پس این برای اکویتی. فیوچرز هم دقیقا مثل همینه، فقط شما در حقیقت دسترسی خواهید داشت به سهام‌های آتی که حالا میتونه مثلا حالا هر کدوم از اینا باشه که فرق زیادی نمیکنه با همون. این همونه. یه دونه منبع داروینکس داریم. در منبع داروینکس برای اشخاصی هستش که نرم افزار رو خریدن، متاسفانه در دسترس کسی که نرم افزار رو نخریده نیستش. مثلا من حالا یکی رو انتخاب میکنم که شما ببینید اینجا میگه که برای یوزرهایی هستش که از فول لایسنس استفاده میکنن و خب این نرم افزار ما فول لایسنس نیست و ما از این داروینکس نمیتونیم استفاده کنیم. قسمت کریپتو از صرافی‌های مختلف شما میتونید این دیتا رو بگیرید که من با این قسمت کریپتوش کار نکردم، اطلاعاتی راجبش ندارم. یاهو هم در حقیقت مثل داروینکسه، ولی شما تمام سهام و استاکی که توی این اکویتی داشتید برای خود اسکیو اینجا هم دارید. ببینید من مثلا باز دوباره سهام اپل رو اینجا میتونید حالا یه پستافیکس براش بنویسید. سهام اپل رو اینجا که بنویسم میگه پیدا نمی‌کنم. حالا نمیدونم دلیلش به خاطر لایسنس نرم افزار ماست یا دلیل دیگه‌ای داره رو نمیدونم، ولی به هر شکل از این دوتا رو که در دسترس هست، این سه تا در دسترس نیست برای کسایی که نرم افزار رو نخریدن. این قسمت هم که شما میتونید آپدیت بکنید، میتونید همه آنچه را که اینجا هست یا هر چیزی که انتخاب میکنید پاک بکنید، سیو بکنید این پورتفولیویی که اینجا دارید یا لود بکنید. برسیم سراغ دوکاسکوپی. دوکاسکوپی وقتی کلیک بکنید میتونید از داخلش چیزی انتخاب بکنید. هر کدوم از این پورتفولیویی که اینجا هستش رو شما میتونید انتخاب بکنید که شامل سهام میشه، شامل بازار فارکس میشه. مثلا من AUDUSD رو انتخاب میکنم. اینجا باز اینجا میتونید براش یه چیزی به صورت هر چیزی که دوست دارید بنویسید، مثلا دلار استرالیا به دلار کانادا، و اینجا میتونید انتخاب بکنید که تیک دیتا میخواید یا M1 میخواید. حالا من M1 رو انتخاب میکنم. وقتی بزنم اینجا میاد. فقط نکته ای که داره این هستش که ببینید دوستان، ما اینجا یه دونه دیتا داریم، یه تب اینسترومنت داریم. تب اینسترومنت ببینید مثلا الان AUDUSD رو اینجا آوردم. وقتی دبل کلیک بکنم روش اینجا یک سری اطلاعات خود این جفت ارز هستش که حالا از بروکر دوکاسکوپی ما آوردیم داخل نرم افزار استراتژی کوین. اینجا رو یادتون باشه، من بعدا راجعش صحبت میکنم که اگر شما بخواید خودتون دستی از در حقیقت بروکر خودتون دیتا وارد بکنید باید اد سیمبل بکنید. یعنی اگر اینجا رو نداشته باشید، ببینید من اگر در قسمت اینسترومنت من الان همه رو پاک میکنم، میگه این سه تا اینجا هم هست. من اول باید اینجا همه رو پاک بکنم و بعدش بیام داخل اینسترومنت اینجا همه رو پاک بکنم. خب ببینید اگر شما میخواید الان از بروکر خودتون یک اطلاعاتی وارد و نرم افزار بکنید، اول باید اد سیمبل رو بزنید. توی سیمبل که بزنید اینجا AUD که آورده که هیچی هم نیست، اصلا AUD اون طرف هم نیست. باید یک سیمبل خودتون اضافه بکنید که اون اطلاعاتی که شما اونجا دیدید رو اینجا دستی باید وارد بکنید. این رو در نظر داشته باشید که اگر اینجا سیمبولی نیست، این تب داره از اینجا خونده میشه، از تب اینسترومنت خونده میشه که اینجا هیچی نیست الان. توی تب دیتا من پس دوکاسکوپی رو انتخاب میکنم، مثلا میجرها رو میزنم الان همه رو و یه تعدادی هم بذارید ژاپنی، ارزهایی که با ین ژاپن هست بذارم و
طلا رو میذارم که ببینید به چه صورتی هستش. ببینید من الان اینا رو که اد کردم، اینا اینجا اومد در تب دیتای من، ولی در تب اینسترومنت منم اینا همشون میان و وقتی که اینا میان دیتاهای خودشون رو هم دارم. ببینید مثلا طلا 60 پیپ اسپرد داره، یا مثلا جی بی پی به پوند انگلیس به دلار به ین ژاپن پوینت ولیو هاشون فرق میکنه، پیک سایزشون فرق میکنه و اینا رو وقتی میخواید استراتژی بسازید متوجه میشید که عدد اون وقتی اونجا خیلی منطقی به نظر نمیاد. بنابراین تب اینسترومنت رو من از خود دوکاسکوپی برمیدارم، ولی اینجا تب دیتا رو من اینجا میتونم پاک کنم. ببینید من اینجا تو تب دیتا الان چیزی ندارم، ولی تو تب اینسترومنت هم اینا هست. بعد اگر من بخوام تب از دیتای بروکر خودم یه چیزی بیارم، اینجا مثلا میزنم همین یورو یو اس دی. اینجا ببینید الان یورو یو اس دی برای من اومده که از دوکاسکوپی میاد، این دیتا ها از دوکاسکوپی میاد، ولی دیتای خودم رو اینجا میتونم بهش بدم. من مثلا میخوام الان یورو یو اس دی 60 دقیقه H1 رو با فرمت متا تریدر بهش در حقیقت به نرم افزار بدم. ببینید اینجا الان یورو یو اس دی اومده ولی هنوز دیتایی نداره در تایم فریم H1. من قبلا هم توضیح دادم که اگر بخواید هر دیتایی رو از متا تریدر خودتون بیارید، با گرفتن هوم یا اند، دکمه هوم یا اند یا پیج آپ یا پیج داون، میتونید این رو برگردونید به عقب. دیتا رو ببینید الان تا 22 آگوست 2016 برای من آورده. من از 22 آگوست 2016 تا امروز که هست، امروز که البته 2 روز پیش که در حقیقت بوده 5 ژانویه 2024، من این دیتا رو الان میخوام بگیرم. چیکار میکنم؟ میام داخل تولز، هیستوری سنتر، یورو یو اس دی رو پیدا میکنم از داخل این جایی که هستش، داخل فارکسش، و H1 رو انتخاب میکنم. اینجا به من نشون میده از 5/1/2024 تا 22/8/2016. این دیتایی هستش که من دارم اکسپورت میکنم روی همین دسکتاپ. یه بار البته اکسپورت کردم، دوباره روی همین اکسپورت میکنم. این سوال رو میپرسه که روی همون بریزم، میگم بله و تمام. من این دیتا رو اینجا گرفتم. حالا میخوام اون دیتا رو بیارم داخل نرم افزار. تیک اینو میزنم، ایمپورت میکنم، میگم که حالا این دفعه میخوام فایلش رو بگیرم. همچین پنجره میاره. ما با این قسمت کاری نداریم چون خودش به صورت اتوماتیک ریکگنایز میکنه. فقط اینجا میگه که تایم فریمش رو خودش باز ریکگنایز میکنه. شما فقط تایم فریم بروکر خودتون رو بهش میدید که حالا مال من مثبت 2، من گذاشتم روی استانبول. بروز رو میزنم، اینجا من یورو یو اس دی رو که گذاشته بودم اینجا مجدد سلکت میکنم. خودش اینجا میشناسه، میگه که در چه تایم فریمی هستش و تمام اینا رو اطلاعات خودش میذاره. من ایمپورت میکنم این رو و الان یورو یو اس دی 60 دقیقه من اینجا برای من اومده. پس تب دیتا شما هر کاری که خواستید بکنید رو میتونید با استفاده از اینسترومنت هایی که از دوکاسکوپی میارید اینجا بذارید. برسیم سراغ خود دوکاسکوپی. من مجدد یه دونه اد میکنم، مثلا همین AUD USD رو من اد میکنم اینجا. ببینید AUD USD اینجا اومده ولی AUD USD که اینجا بوده رو دیگه اضافه نمیکنه. این AUD USD رو من الان از دوکاسکوپی گرفتم M1 ولی هنوز دیتایی ندارد. میخوام دیتا رو از دوکاسکوپی کپی کنم. ببینید وقتی من میگم که میخوام این رو از دوکاسکوپی بگیرم، میام اینجا دانلود دیتا رو میزنم، بهش میگم که من میخوام از سال
2024 چند بار اینو باید بزنم تا بیاد پایین. 2024 از 1 ژانویه تا 7 ژانویه، یعنی 7 روز رو من میخوام دیتاش رو بگیرم، چون کوتاه میگیرم که بتونه دانلود بکنه. بعد میگم که فقط میتونید اینجا انتخاب بکنید اگر قبلا دیتایی رو دانلود کردید اینجا دیگه دیتای جدید برای شما نگیره، فقط اون جاهایی رو که نگرفته برای شما بگیره، یا اینکه کلا از اول شروع کنه به دانلود کردن. پس این دوتا برای این موضوع. و اینجا 3 تا سرور داریم که میتونید انتخاب بکنید از کدوم سرور میخواید دانلود بکنید. از سرور خود دوکاسکوپی میخواید دانلود بکنید، از سرور استراتژی کوانت که اسمش CDN، خودش هم نوشته 10 برابر سریعتر از 2 تا سرور دیگه هستش، و از سرور هنگ کنگ اگر ساکن شرق آسیا هستید سرور هنگ کنگ میتونه برای شما سریعتر باشه. میتونید یکی از این سرورها رو انتخاب بکنید و دکمه دانلود رو بزنید. من الان 7 روزه گذاشتم برای من دانلود بکنه. همونجور که میبینید دانلود نمیکنه متاسفانه برای ما. من حتی نرم افزار 14 روزه مجانی خود سایت رو هم گرفتم، امتحان کردم، هیچ ربطی به کرک بودن یا نبودن نرم افزار نداره، کلا اینجا دانلود نمیکنه. من نرم افزار اورجینال خود سایت رو هم که گرفتم اینجا دانلود نمیکنه متاسفانه برای ما. یا البته میتونم بگم با ISP که من دارم، من با سبانت کار میکنم، این اینجا دانلود نمیکنه. من حسابش رو میزنم و یک فیلتر شکن خیلی ساده دارم سایفون، این رو که روشن بکنم، خب این اینجا کانکت شد. من این رو برمیدارم، مجدد میام میگم از همین ADUSD میخوام دانلود بکنم همین 7 روز آخرش رو. از 1 تا همین 7، از 1 2024 تا 7 2024 با همین سرور دوکاسکوپی، با سرور خود استراتژی کوانت این رو دانلودش رو که بزنم، ببینید چون الان فیلتر شکنم روشنه، فیلتر شکنم کانکته، شروع کرد به کپی کردن، دانلود کردن. خیلی به سختی این معمولا کامپلیت میشه. حالا 7 روزم هست. این فیلتر شکن خوبی نیستش، داره میره، ولی خلاصه این کامپلیت میشه. یعنی اگه وقت بذارید و فیلتر شکن خوبی هم داشته باشید این کامپلیت شد. ببینید این دانلود کرد و کامل دیتای 7 روزه M1 دوکاسکوپی برای من. خب من راجع به دوکاسکوپی که چجوری اد بکنید و چجوری دانلود بکنید دیتاش رو توضیح دادم. این دیسکلیمرش هم میگه یه سری چیز میکنه که خودش رو توضیحات میده که آقا این دیتایی که من به شما میدم با چه شرایطی دارم میدم. راجع به این صحبت کردم. ایمپورت هم که از بروکر خودتون صحبت کردم که به چه صورتی باید ایمپورت بکنید. از دوکاسکوپی داخل اینسترومنت استفاده بکنید، این خیلی خوبه، بهتون خیلی کمک میکنه، ولی دیتا رو میتونید اون وقت از بروکر خودتون بیارید. اینم از این. روی اکسپورت ببینید شما میتونید این دیتایی که اینجا دارید رو اکسپورت بکنید. مثلا من همین دیتایی که الان از دوکاسکوپی گرفتم میخوام اکسپورت بکنم توی یک فایل CSV، یا میتونید توی یک فایل HST که برای متاتریدر 4 یا برای متاتریدر 5. من حالا همین CSV رو میذارم، AUD رو دیتایی نیست. من فکر میکنم که خود استراتژی کوانت یک قراردادی بسته با دوکاسکوپی که اجازه نمیده دیتاهایی که از دوکاسکوپی اومده اینجا اکسپورت بشه. شما اکسپورت برای این در حقیقت منابعی که دارید رو نمیتونید اینجا اکسپورت بکنید. شما فقط میتونید دیتایی که خودتون دادید به نرم افزار رو ده اکسپورت بکنید. اینجا من اگه دکمه اکسپورت رو بزنم اون وقت دیگه اکسپورت انجام میشه. از چه تاریخی تا چه تاریخی میتونید تایم فریمش رو مشخص کنید. نکته که هست اینه که شما از هر تایم فریمی بدید تایم فریم های بالاتر رو میتونید انتخاب بکنید. مثلا من میتونم
کاستوم داشته باشم، مثلا H3 بزنم. ببینید برای من الان H3 هم میاره، یعنی هر کندل من میشود 3 ساعت. اینجا میتونید بهش بگید که برای چه نرم افزاری میخواید استفاده بکنید. من مثلا برای متاتریدر 4 بار فرمتش رو انتخاب میکنم. وقتی اینجا اینو میزنم خودش دیگه اینها رو میاره. من دیگه با اینا کاری ندارم. میتونید اضافه و کم بکنید. کجا در حقیقت این رو بذاره؟ من میگم توی دسکتاپ بذاره، با این اسم میذاره برای من توی دسکتاپ با کندل های H3. من اینو اکسپورت میکنم. اگر بیایم پایین و این نیستش، اینه. الان من این رو آوردم کندل H3 که شما میتونید ببینید توی اکسل به چه صورتی نمایش داده میشه. به این صورت شما دیتاتون رو تونستید خروجی بگیرید ازش. اینم از این. پس شما دیتایی که از لوکاسکوپی گرفتید اکسپورت نمیتونید بکنید. دیتای خودتون رو فقط میتونید اکسپورت بکنید. در مورد تولز من توی اکسپورت همه رو گفتم. توی تولز شما اینجا 2 تا در حقیقت ابزار دارید که میتونید ازش استفاده بکنید. مثلا از ببینم از اینجا از ایدی میشه استفاده کرد یا نه. شما باز اینجا هم نمیتونید، فقط برای دیتایی که خودتون آوردید میتونید استفاده بکنید. از این ویو ان آنالیز میتونید برای دیتای خودتون استفاده بکنید. من میزنم ویو آنالیز رو، یک همچین پنجره براتون باز میشه، نشون میده که چه دیتایی دارید، در چه تایم فریمیه، از چه تاریخیه. اینجا شما دیتایی که خودتون به نرم افزار دادید رو میتونید ببینید، از سال 2016 تا سال 2024 5 ژانویه‌اش. چارتش رو میتونید ببینید که به چه صورتی هستش و آنالیز دیتاش رو میتونید ببینید. ببینید توی آنالیز دیتایی که من دارم 117 تا گپ تشخیص داده. البته این گپه اون گپ فاصله بین کلوز کندل قبلی تا اوپن کندل بعدی نیستش. این گپ هایی هستش که اینی مثلا 1 کندل یا 2 کندل کلا نبوده. اینا اون گپ هست که حالا عددش هم خیلی زیاد نیست، 0.2 در کل دیتایی که من بهش دادم. یه سری هم اسپایک تشخیص داده که این اسپایک ها 176 تا این نقاط قرمزه. اسپایک چیه؟ من این بزرگترش بکنم. ببینید میگه اسپایک یه کندلی رو تشخیص داده که 5 برابر کندل های اوریج همه کندل ها. میتونه درست باشه، مثلا خبری بوده باشه یا هر چیزی که این کندل بزرگی بوده باشه. در مورد گپ هم ببینید اینجا میگه که در سال 2016 4 ژانویه ساعت 23 من یک گپ دارم. اینجا هم اطلاعات پس دیتایی که شما بهش دادید رو بهتون نمایش میده و فقط هم آنالیز دیتای خودتون هستش. دیتایی که از جای دیگه میگیرید رو نمیتونه بهتون آنالیز بده، ایراد میگیره. در مورد کلون هم شما میتونید این تایم زون یورو یو اس دی رو جابجا بکنید. مثلا من اگر یورو یو اس دی دارم که دیتای من الان به این صورت هستش که نشون میده حالا کانتین داره، من میتونم تایم فریم این تایم زونم رو جابجا بکنم. اینجا میتونم هر کدوم اینا رو انتخاب بکنم یا بگم شیفت بکنه یه ذره عقب‌تر یا جلوتر یا از این استفاده بکنم. بعد میگه که اگر تو ویکند هم یعنی شنبه یک شنبه هم تریدی بوده، یعنی کندلی پیدا کرده، میتونه این رو برای من حذفش بکنه که حالا من کاری به این ندارم فعلا. میام سراغ اینسترومنت از سشن. شما وقتی اینجا میخواید بیاید باید بیاید روی این قسمت، یعنی روی سشن که بیاید ببینید اینا روشن میشه. داخل سشن ما 2 تا گزینه داریم، فارکس 24/5، فارکس 24/7. اگه من دبل کلیک بکنم اینجا مشخصه، یعنی از دوشنبه تا جمعه، یعنی 5 روز در هفته 24 ساعت، یعنی از ساعت 0 تا ساعت 23:59.
شما اینجا میتونید اد بکنید روز بهش، یا میتونید اینا رو از ساعت مشخصی تا ساعت مشخصی بذارید. این قابل تغییره برای کسایی که روی بازار سهام کار میکنن، در یک جایی کار میکنن که ساعت مشخصی هست، یعنی از یه ساعتی تا یه ساعتی شروع میشه و تموم میشه. میتونن اینجا برای خودشون یک سشن ایجاد بکنن و اد بکنن و اون سشن رو ازش استفاده بکنن. مثلا من اینجا میدم سشن مثلا یک تست دیگه، سشن مثلا تست اد میکنم، میگه مثلا دوشنبه از ساعت مثلا 8 صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر. اینو براش اد میکنم. ببین اینجا اومد. اینم که اینجا بذارم تست من اینجا میاد، میتونم ازش استفاده بکنم در بک تست هایی که میگیرم. تسته بعدش هم میتونید پاکش بکنید. میتونید اینا رو سیو بکنید اگر یه تعداد زیادی دارید و میتونید لودش بکنید. پس این سشن هم مربوط به تعداد روزهای هفته و ساعت ترید ها هستش. در مورد اکسترنال ایندیکیتور ها هم شما اگر یک سری ایندیکیتور میتونید از خود وبسایت استراتژی کوانت بگیرید. معمولا استراتژی جدیدی دیولپ میکنن، میتونید از اونها استفاده بکنید که حالا من بعدا راجبش اگه بتونم یه فیلمی درست میکنم. لاگ هم که اینجا نشون میده که چه کارهایی کردید در چه ساعتهایی، چه کاری انجام شده، لاگش رو به شما نشون میده و همین. من فکر کنم دیگه راجب همه اینا صحبت کردم. راجب تب دیتا صحبت کردم، دوکاس کپی رو تمام اینا رو توضیح دادم. export tools instruments که سشن ها هستش، راجب سشن ها صحبت کردم، اینا رو دونه دونه توضیح دادم. همین دیگه، چیز دیگه نموند. مرسی که تا آخر همراه من بودید. امیدوارم که کامل بوده باشه. اگر جایی سوالی هستش حتما از من بپرسید توی کامنت ها و تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.